شما یه نقطه هستید در عالم پر از ظلم است. ما بتونیم جلوی ظلم را بگیریم، باید بگیم این تکلیفمون است. البته پر کردن دنیا را از عدالت ما نمیتونیم بکنیم. اگر میتونستیم میکردیم، چون ضرورت اسلام و قرآن تکلیف ما کرده است که ما بریم همه کار را بکنیم، اما چون نمیتونیم بکنیم ایشون باید بید. اما ما باید فراهم کنیم کار را. فراهم کردن اسباب این است که کار نزدیک بکنیم، کار همچون بکنیم که مهیا بشه عالم برای آمدن حضرت سلام الله علیه. در هر صورت این مصیبت هایی است که به مسلمان ها وارد شده است و سیاست های خارجی دامن بش زدن برای چاپیدن اینها و برای از بین بردن عزت مسلمین. شاید الان هم بسیاری باور بکنن که حکومت نباید باشد، یک زمان حضرت صاحب باید بیاد حکومت بکنن. هر حکومت هم در غیر زمان حضرت صاحب باطل است، یعنی هر مرز شاید عالم به هم بخورد تا حضرت بیاد درستش کنه. ما درستش میکنیم تا حضرت بیاد، درستش میکنیم تا حضرت بیاد.